سلام به همه، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. ویدیو آموزشی در مورد تونل. قرار کل تونل رو توضیح بدم از اول تا آخر، اینکه اصلا تونل چیه، چه بخشایی داره، چه کارهایی میشه باهاش کرد، چطوری شارژ کنیم، چطوری بعد گیفت بخریم، چطوری بعد گیفت بفروشیم و همه این مواردی که باید درباره کار با تونل بدونیم. اینم بگم من دارم از نسخه وب تونل استفاده میکنم و هیچ فرقی با نسخه گوشی نداره. فقط اینجا چون صفحه بزرگتره 5 تا ستون گیفت نشون داده میشه، اونجا چون حالا صفحه موبایل هستش 2 تا ستون گیفت کلا نمایش داده میشه و هیچ فرقی توی کارایی و ظاهر و این داستانا نداره. اینم اضافه کنم که ما اینجا فقط در مورد گیفت های ارتقا داده شده صحبت میکنیم. در واقع اینجا فعلا کاری به گیفت های دیگه مثل نامحدود یا هنوز ارتقا داده نشده ها نداریم. ویدیوی بعدی که آپلود میشه کلا در مورد همینا صحبت میکنم، انواع گیفت ها، چجوری ارتقا بدیم، چجوری بفروشیمشون، گیفت های نسخه نامحدود و چه کاربردی دارن و اینطور چیزای دیگه. اول از همه بگم تونل چیه. تونل در ابتدا یه پروژه اثبات دانش صفر بود و یه پروژه متمرکز بر حریم خصوصی بود که شما میتونستید باهاش یه سری پول انتقال بدین بدون اینکه ردی ازتون بمونه و کلی چیزای دیگه داشت که حالا اینجا خیلی وارد اون بحثا نمیشیم. وقتی که گیفت ها عرضه شدن، فریمن گفتش که من دوست داشتم که مقداری سیگار بخرم و به خاطر همین اومدم این مارکت تونل رو اندازی کردم که مردم بتونن اینجا گیفتاشون رو فروش بذارن و من ازشون سیگار بخرم. خب همین ایده کوچیک که بتونن اینجا گیفت به فروش بذارن و فریمن تا سیگار بخره تبدیل شد به یکی از بزرگترین مارکت های گیفت های تلگرام که خیلی استقبال خوبی ازش شد و خیلی اومدن گیفتاشون اینجا به فروش گذاشتن، اومدن از اینجا گیفت خریدن، گیفت معامله کردن. میریم سراغ بخشایی که تونل داره. توی صفحه اول ما داریم گیفت های متفاوتی رو میبینیم که به تازگی لیست شدن، یعنی مرتب سازی خودکارش بر اساس اینه که آخرین گیفت هایی که لیست شدن و من هر بار که رفرش بکنم میبینیم که گیفت های تازه اومدن و تعدادشون هم خیلی زیاده. همینجوری هر دقیقه داره چندین گیفت توی مارکت لیست میشه و میذارن برای فروش. در همون نگاه اول از همون بالا، از همون ابتدا شروع کنیم، موجودی تونلمون رو میبینیم که ما چقدر توی تونل موجودی داریم. اینجا عکس پروفایل خودمون رو میبینیم که میتونیم با کلیک کردن روش لینک پروفایلمون، اول لینک رفرالمون رو شیر بکنیم، میتونیم لینک گالریمون رو شیر بکنیم و میتونیم که از سیستم حالا خارج بشیم که کاری به این نداریم. در این بالا سمت راست ما آدرس کیف پولمون رو میبینیم. اگر کیف پولمون رو وصل نکرده باشیم اینجا نوشته والت کانکت احتمالاً دیگه و باید بزنیم روش و کیف پولمون رو وصل بکنیم که وصل کردن کیف پول برای اینکه بخوایم موجودیمون رو زیاد بکنیم یا موجودیمون رو برداشت بکنیم لازم هستش. قسمت زیر حالا پروفایلمون فیلترها قرار دارن که ما میتونیم با تنظیم کردن هر فیلتری به گیفت خاصی برسیم. اینجا میتونم نوع اون گیفت رو در واقع فیلتر بکنم که توی فیلترش میبینیم که انواع و اقسام گیفت ها وجود دارن به ترتیب حروف الفبا، از در واقع گیفت جدید به کنار، به غیر از اون به ترتیب حروف الفبا. مثلا من اگه دنبال گیفت اترنال روز بگردم فقط کافیه که سرچش بکنم یا حالا پیداش بکنم از توی لیست و انتخابش بکنم. میتونم چند تا گیفت رو فیلتر بکنم، مثلا بگم دنبال اترنال روز میگردم و مثلا بانی مافی. وقتی من فیلتر رو تنظیم بکنم روی این دوتا گیفت فقط این دو مدل گیفت من نمایش داده میشه. این از این. حالا من گیفت رو که انتخاب کردم میتونم بگم دنبال مدل خاصی میگردم یا نه. الان چون من اینجا دو تا در واقع گیفت رو انتخاب کردم، مدل های این دو مدل گیفت من نمایش داده میشه که من میتونم توشون سرچ بکنم، فیلتر تنظیم بکنم و گیفت هایی که میخوام رو ببینم. مثلا میگم بان مافین از اینجا حذف میکنم، میام و دنبال تمام گیفت های آتلانتیس میگردم، فیلتر رو تنظیم میکنم و تمام گیفت های آتلانتیس از این مدل در واقع به من نمایش داده میشه. مرتب سازی خودکارش بر اساس آخرین گیفت لیست شده است، ولی مثلا اگه یک مدلی رو ما دنبالش باشیم و بخوایم دنبال ارزون ترین باشیم میتونیم از روی سورت فیلتر قرار بدیم روی لو تو های، یعنی کم به زیاد، و اینجا از ارزون ترین به گرون ترین لیستشون نمایش داده میشه. فیلتر رو برمیگردونم به حالت اول، آتلانتیس هم برمیدارم، یه گیفت دیگه که تعدادشون خیلی بالاتر هست رو قرار میدم، مثلا اویل آی. توی فیلتر بعدی من میتونم رنگ پس زمینه رو انتخاب بکنم، بگم آقا هر چی که گیفت اویل آی با پس زمینه مثلا سایبرپانک هست رو به من نمایش بده. اینجا ما میتونیم تمام گیفت های اویل آی که رنگ سایبرپانک هستن رو ببینیم. ما حتی میتونیم فیلتر مدل برداریم و فقط فیلتر رنگ بذاریم. میگم من فقط دنبال سایبرپانک میگردم. تمام گیفت ها اینجا نشون داده میشه بهمون.
یعنی فارغ از اینکه چه مدلی هستن، مگر اینکه مدلش رو فیلتر بکنیم. توی فیلتر بعدی ما میتونیم دنبال یه اعداد خاص بگردیم. مثلا یه نفر هست دنبال گیفتای 1 1 1 1 1 میگرده. اگه این فیلتر رو تنظیم بکنه، تمام گیفت هایی که تگ 1 1 1 1 دارن بهش نمایش داده میشه. خب قیمتای کمی هم ندارن به خاطر عدد خاصی که دارن. دقیقاً فیلتر خیلی کارایی نیست، ولی خب شاید بعضی دنبال اعداد خاص بگردن. خب این میتونه بهشون کمک بکنه. مورد بعدی فیلتر سمبل هاست. سمبل هایی که دقیقاً پشت گیفت ها قرار دارن. میبینیم که پشت این گیفت یه سمبولی قرار داره که حالا اینجا نوشته والکری. ما میتونیم اینجا اگه دنبال سمبل خاصی میگردیم فقط کافیه سرچش بکنیم، اسمش رو پیدا بکنیم و انتخاب بکنیم. خیلی تعداد زیادی دارن و از رو اسم باید بشناسید دیگه. اگه لاو بزنیم احتمالاً آره گیفت میبینیم که نوشته لاو. الان تمام گیفت هایی که اینجا نمایش داده میشن سمبل پس زمینه‌شون نوشته شده لاو مثلا. فیلتر بعدی فیلتر قیمته. من میگم که دنبال گیفت هایی میگردم، مثلا گیفت های جک این دی باکس، که مثلا دنبال گیفت های جک این دی باکس میگردم با قیمت حد اکثر 3 تن. آیا چیزی پیدا میشه؟ بله. تمام گیفت هایی که حد اکثر 3 تن هستن رو برای من لیست میکنه. حالا میخوام بگم بین 2 تا 3 تن. اگه اینو ست بکنم دیگه قیمت زیر 2 تن اینجا به من نمایش داده نمیشه و هر چی که هست از 2 تا 3 تنه. اگه داره اینجا نمایش میده 3.3 تن، این 3.3 تن اضافه کارمزدشه، همون 10% هست که روی گیفت قرار میگیره. با این دکمه سلاش خال میتونم هر چی که فیلتر تنظیم کردم و ریست بکنم. یه سلاش خال میزنم کلا ریست میشه. میریم سراغ باندل. اینجا یه فیلتر قرار داره که ما میتونیم انواع گیفت ها رو بر اساس حالا چیزی که هستن اینجا خود تونل در واقع قرار داده ببینیم. مورد اول گیفت های مین تیبله. گیفت هایی که حداقل 21 روز توی تونل بودن و الان میتونیم مینتشون بکنیم، یعنی میتونیم بفرستیم به بلاک چین. فرستادن گیفت ها تو بلاک چین چه کاربردی داره؟ حقیقتا هیچی، فقط میتونیم بریم توی مارکت های دیگه مثل کیچنز بذاریم برای فروش. اینجا میبینیم که گیفت های زیادی در واقع هستن که اینجا میتونیم معاملهشون با کاربرد خاص دیگه نداره، فقط صرفا این که از تلگرام میبرینشون بیرون. همین. مورد بعدی مورد باندل هستن. گیفتایی که به صورت چند تایی توی یک پک قرار گرفتن و برای فروش گذاشته شدن. مثلا من اگه این گیفت رو این باندل رو باز بکنم میبینیم که 3 تا گیفت توی این باندل قرار داده و 3 تا رو ما باید یک جا بخریم، نمیتونیم جدا از هم دیگه بخریم این 3 تا رو. بعضی باندل خوبی گذاشتن، یعنی باندل قشنگ و جذابی گذاشتن. حالا اگه چیزی ببینم مثلا مثل این، همشون رنگ آبیه و آبی و حالا یکمی شاید سبز و با رنگ پس زمینه یکسان. رنگ پس زمینه همشون یکیه. این یه ست جذاب اینجا گذاشته برای فروش به قیمت 60 تن. شاید یعنی دوست داشته باشه بخره اینو، یعنی به جای اینکه بره خودش دونه دونه دنبال گیفت ها بگرده، این باندل از قبل آماده شده، خریداری شده و برای فروش گذاشته شده. مورد بعدی که داریم در واقع یک تم خاصی از یک گیفته. مثلا اینجا ما یه سری گیفت های داریم که یک مدل خاصی هستن، مثلا آنجل. من اگه بزنم روی آنجل، تمام گیفت های اینجا نمایش داده میشه که تم حالت آنجل و فرشته دارن، که مثلا این خرسه توشون هست، این تامو گجته هست، این بانی مافین هست، گربه هست و گیفت های متفاوت دیگه. یه نفر دنبال یه تم خاصی از گیفت بگرده میتونه توی اینا بگرد و پیدا بکنه. مثلا کارتون بلک داریم، تمام گیفت هایی که سیاه سفیدن. خب ما اگه مثلا دنبال یک ست خاص باشیم میتونیم یک نوع خاصی از گیفت ها رو انتخاب بکنیم، مثلا گلکسی باشه. مثلا میخوام هر چی که گلکسیه مثلا رنگ اونیکس بلک هست رو انتخاب بکنم. خب میبینیم که اینجا یه سری گیفت قرار داده شده برای فروش. یا مثلا هر چی که سایبرپانک، مثلا تمام گیفت هایی که تم گلکسی دارن و رنگ پس زمینه‌شون سایبرپانکه. پس این شد کل کاربرد فیلترها دیگه، هر مدلی بوده گفتم. مورد بعدی جارو هستش. من میام یک سری گیفت انتخاب میکنم، مثلا اویل آی، مدل ترانسپرنت، ترتیبشم کم به زیاد. میگم که میخوام 9 تا گیفت 10 تا گیفت اول میخوام بخرم، هر چی که بود اصلا مهم نیست. 10 تا رو پر میکنم، میرم توی سبد خریدم و کلش رو یک جا میتونم بخرم. به این کار میگن چی؟ جارو کردن بازار. تمام فیلترها رو گفتم، موردی نمیمونه. یه دونه گیفت رو باز میکنم که
اینجا مشخصات گیفت ها رو ببینیم. توی صفحه این گیفت انیمیشنش، رنگش و طرح پس زمینه‌اش نشون داده میشه. من میتونم گیفت رو مستقیما برای شخص دیگه ای بخرم. مثلا میخوام برای محمد بخرم. من یوزرنیمش رو وارد میکنم، میگم که میخوام این گیفت رو مستقیم بفرستم برای محمد. الان که نمیخوام بخرم 1100 تومن، ولی خب میتونم اسممو نمایش ندم، میتونم قیمتش رو نمایش بدم، توی تنظیمات داره. مورد بعدی خرید برای خودمونه. اینو ما اینجا میزنیم، توی سبد خریدمون اضافه میشه. یعنی من میتونم هر گیفتی که میخوام به سبد خرید خودم اضافه بکنم، هر کدوم نخواستمم حذف میکنم و حتی میتونم از توی خود سبد خریدم هم برم و اینا رو حذف بکنم. این مدلی همین سادگی. اینجا اسم گیفتمون رو نوشته، اینجا تگش رو نوشته، اینجا مدلش رو نوشته، اینجا سمبل پشتش رو نشون داده بهمون، برامون در واقع نوشته. اینجا رنگ پس زمینه و اینجا هم این که این گیفت چند روز دیگه قابل مینت میشه توی تونل. اگه این گزینه که در واقع قیمتش رو نوشته رو بزنم، گیفت رو میتونم بخرم و توی اکانت خودم بگیرم. اگه این گزینه رو بزنم، میتونم لینک این گیفت رو در تونل شیر بکنم برای یه نفر دیگه. اگه این گزینه رو بزنم، لینک گیفت توی تلگرام برای من باز میشه. اگه هم آفر رو بزنم، میتونم برای این شخص آفر بفرستم، بگم آقا گیفت تو 1100 تومن نمیارزه، گیفت تو من میخوام 5 تومن، بهم میدی یا نه؟ 5 تومن بعد موجودی داشته باشم که بتونم روش در واقع صحبت بکنم و بگم که این گیفت تو میخوام 5 تومن. بعد با یه مقدار فی خیلی کمی آفر رو میدم به اون شخص و برای اون شخص پیام میره که گیفتت خواهان داره 5 تومن، میخوای تغییر قیمت بدی یا نه؟ میریم وارد صفحه اکشن میشیم. اکشن همون مزایده. اینجا حالا گیفت ها، باندل ها و اینا برای مزایده قرار داده شدن. من میتونم روی این گیفت بیت بزنم، بگم آقا گیفت شما رو میخوام 15 تومن. ممکنه یه نفر دیگه بیاد بگه که من گیفت گرونتر میخوام، 16 تومن میخوام. نفر بعدی ممکنه بیاد بگه من گیفت گرونتر میخوام، 17 تومن میخوام. همینطوری روی دست هم دیگه میزنن تا اینکه تایم مزایده تموم بشه. تایم مزایده که تموم بشه، خب اون کسی که آخرین اوردر رو گذاشته برنده گیفت میشه. میریم وارد بخش مای گیفت میشیم. یه جوری بخش مهم تونله، بخش خیلی مهم تونله. توی بخش مای گیفت همون ابتدا اون بالا ما یه گزینه داریم اینترنال پرچس. یعنی چی؟ اگه این گزینه روشن باشه و من برم توی مارکت گیفتی رو بخرم، مستقیما به اکانت من انتقال داده نمیشه، همین توی تونل میمونه، میاد توی بخش آن لیستد گیفت. یعنی دیگه مثلا کسی که میخواد توی خود تونل معامله کنه، بخره بفروشه، نیاز نیستش که حتما گیفت رو بیاره رو اکانت خودش، دوباره 25 استارز فی بده برگردونه به تونل. همینجا داخل تونل نگه میداره. اگه دوست داشت برگردونه، برمیگردونه به اکانت خودش. مثلا دارم میگم گزینه بعدی گزینه پرفورمنس. من اگه اینو روشن بکنم، یه خورده کار سبک‌تر میشه. دیگه انیمیشن به صورت خودکار پلی نمیشن. میبینیم که خیلی سریعتر داره لود میشه، فقط عکس داره لود میشه، خیلی همه چی روونتر میشه. اگه مثلا شما گوشی ضعیف‌تری دارین یا اینکه روی گوشی شما اذیت میکنه، میتونین گزینه پرفورمنس رو روشن بکنین که دیگه انیمیشن گیفت ها پلی نشه و خیلی سبک‌تر بشه. اینجا هم باز ما اگه گیفت های زیادی داشته باشیم، میتونیم فیلتر تعیین بکنیم که مثلا بگیم من الان تمام گیفت هایی که هنگینگ استارزی که دارم رو میخوام ببینم. مثلا من 50 تا هنگینگ استارز خریدم، الان اینجا نمیدونم کدومو چی دارم و ندارم. فیلتر میکنم، اینجا هم باز فیلتر بهم نمایش داده میشه. دو تا تب اصلی داریم، لیستد گیفت، آن لیستد گیفت. توی آن لیستد گیفت ما گیفتی که میخوایم بذاریم برای فروش رو توی آن لیستد گیفت میبینیم. چطوری باید گیفت بذاریم برای فروش؟ میریم توی تلگرام تا این قضیه رو توضیح بدم. برای اینکه ما بخوایم گیفت رو بذاریم برای فروش، باید اون گیفتمون از روی پروفایل انتقال بدیم به اکانت گیفت ریلیر. من اومدم و اسمش رو سیو کردم برای خودم که با اکانت دیگه اشتباه نگیرم. خیلی مهمه، شما به نظرم حتما این اکانت رو اد کانتکتش بکنید و یه چیزی ته اسمش اضافه بکنید که مشخص بشه این اکانتیه که خودتون گذاشتین. یکی میتونه سرچ کنه مثلا داوشم، مثلا دارم، هر چیزی میتونه باشه. اینجا یه چیزی که دقیقاً مشخص بشه موقع فرستادن گیفت، اشتباه به اکانت دیگه نفرستین، چون پیش اومده افرادی که فرستادن به اکانت های دیگه. وارد منوی تلگرام میشین، بخش مای پروفایل و بخش گیفت ها. اینجا میتونید تمام گیفت هایی که دارین رو ببینید، حالا فارغ از اینکه آپگرید شدن نشدن یا هر چی. من میتونم فیلتر رو بذارم روی فقط یونیک ها، آن لیمیتد و لیمیتد رو برمیدارم. تمام گیفت های لیمیتدم رو میتونم اینجا ببینم. یه گیفتی که میخوام بذارم برای فروش رو انتخاب میکنم، مثلا این. توی دسکتاپ بر روی سه نقطه کلیک میکنم و بزنم روی ترانسفر. ولی توی گوشی دقیقاً همینجا گزینه ترانسفر یا همون انتقال قرار داره. ترانسفر رو میزنیم، گیفت ریلیر رو سرچ میکنیم، حالا با همون اسمی که دقیقاً خودمون اینجا گذاشتیم تهش میزنیم، انتقال رو میزنیم. این گیفت انتقال داده شد به تونل.
وقتی ما میفرستیم برای گیفت ریلیر، چند ثانیه بعدش ربات تونل بهمون پیام میده و میگه که گیفت شما دریافت شد. همین الان بهم پیام داد گیفت شما دریافت شد. حالا من اگه اینجا یه رفرش بکنم این گیفت رو میبینم و میتونم برای فروش قرار بدم. حالا چطوری بذارم برای فروش؟ لیست فور سل رو میزنم، قیمتش رو تعیین میکنم، میزنم لیست. این گیفت به همین سادگی برای فروش قرار داده میشه. اگه پوت فور اکشن بزنم چی میشه؟ این گیفت میره برای مزایده قرار داده میشه توی تب اکشن ها. میتونم مدت زمانش انتخاب بکنم، قیمت حداقل رو تعیین بکنم و بزنم که بره. گزینه بعدی مینت گیفته. گیفتایی که حداقل 14 روز توی تونل بمونن میتونن که مینت بشن در بلاکچین. من اگه الان این گیفت بیشتر از 14 روز توی تونل مونده، من اگه بزنم مینت میتونم با 3 تون این گیفت رو در واقع مینت بکنم. در واقع اون کیف پولی که وصله به اکانت گیفت ریلیر میبره برای من مینت میکنه و میفرسته به کیف پول من که 3 تون هم کارمزد داره. که همون فرستادن به بلاکچین میشه که حالا خیلی کاری باهاش نداریم، استفاده این نداره میگم، مگر اینکه بخوایم توی مارکت های دیگه مثل گیت جیمز برای فروش قرار بدیم. حالا اگه منصرفشم بخوام کلا یه گیفتی که الان اینجا دارم و برگردونم به اکانتم چی؟ حالا چه گیفتی که خریدم توی با اینترنال پرچیز توی آن لیست گیفت من قرار گرفته یا اینکه اصلا آوردم پشیمون شدم میخوام برگردونم به اکانتم، چیکار کنم؟ گزینه ریترن گیفت رو میزنین، 1 تون کارمزد داره، به همین سادگی گیفت برمیگرده به اکانت در واقع گیفت ریلیر. برای من پیام داده میگه که برای شما یک گیفت فرستاد که اینه. حالا این برگشت روی پروفایل من به همین سادگی. حالا اگه اینجا ما گیفت رو برای فروش گذاشتیم اومد اینجا، چطوری از فروش برداریم؟ خب خیلی ساده است، دکمه کنسل سیل رو میزنیم، گیفت از فروش برداشته میشه به همین سادگی. الان بیام تو آن لیست گیفتمون اینجا قرار داده شده. اینجا این پایین 4 گزینه دیگه هم داریم که یکیش دیله، یکیش باندله، یکیش مالتیپل گیفته و یکیش هم گیو اویه. دیل چیکار میکنه؟ من میگم که میخوام این گیفتمو و این گیفتمو بدم بذارم برای دیل. یعنی چی؟ میگم که میخوام گیفتامو با یکی مبادله بکنم. این 2 گیفت رو میخوام بدم، بعد حالا اون بنده خدایی که میخواد در واقع این 2 گیفت رو از من بگیره میاد و میگه مثلا من فلان گیفت رو میخوام بدم. اوکی، یعنی گیفتامون رو با هم تاق میزنیم، همون تاق زدن گیفت هاست که من الان چون نمیخوام انجام بدم این کارو نمیکنم. باندل چیه؟ من میتونم این 2 گیفتم رو انتخاب بکنم، باندلشون بکنم. چطوری؟ میتونم جای این گیفت ها عوض بکنم، جابجاشون بکنم، ترتیبشون رو اونجا به هم در واقع جابجا بکنم، بزرگ کوچیکش بکنم، یک باندل درست بکنم. حالا مثلا من اینو میذارم اینجا، اینو میذارم اینجا، یکم بزرگش میکنم، یه خورده نقاشی میکنیم دیگه، میذاریم اینجا. چطوری میشه الان پلی بکنیم؟ اینجوری مثلا. دیگه چه کار میشه کرد؟ مثلا این گیفت ها رو به مدل داخل خودمون میچینیم، میگیم که حالا پس زمینه پشتش از کدوم گرفته بشه، رنگ کدوم گرفته بشه. هر گیفتی که اینجا آورده باشیم میتونیم از مشخصاتشون برای نشون دادن پیشنمایش این باندل استفاده بکنیم. بعد از اینکه باندلمون رو ایجاد کردیم کرییت رو میزنیم و دقیقاً مثل باندلایی که اینجا توضیح دادم مثل اینا قرار میگیره و میتونیم این مدل برای فروش بذاریم یا اینکه اصلا همینجا از حالت باندل درشون بیاریم. وقتی که باندل باشن گزینه درآوردن باندل هم داریم. حالا برای آموزش من درست میکنم که چجوری درست میشه. من 2 گیفت رو قرار میدم، یک باندل میسازم. الان اینا به صورت باندل ایجاد شدن، میتونم بذارم برای فروش، بذارم برای اکشن یا اینکه ازشون یه استیکر درست بکنم توی تلگرام. میام توی آن لیست گیفتم میبینم که آره به صورت باندل قرار داده شده. من اگه بخوام جداشون بکنم سپریت رو میزنم، اوکی، گیفت ها از هم دیگه جدا شدن به همین سادگی. لیست مالتیپل گیفت چیه؟ من 10 گیفت چشم دارم، میخوام هر 10 رو یک جا بذارم برای فروش. انتخابشون میکنم 10 رو، بعد لیستشون میکنم و قیمتشون انتخاب میکنم و میذارم چند تایی برای فروش. 2 از 2 گیفت متفاوت در واقع نمیتونیم بذاریم، حتما بعد از یک کالکشن و از یک مدل بعد باشن. گیو اوی چیه؟ گیو اوی هم که احتمالاً دیدین دیگه توی کانال ها گیو اوی میذارن گیفت ها رو و در واقع بین افرادی که تو اون شرکت میکنن در واقع هدیه میدن بهشون. تو این صفحه میبینیم که یه سری اطلاعات نوشته، جزئیات گیو اوی رو وارد بکن. اول از همه اینجا نوشته که باید تونل نتورک بات توی اون کانالی که میخوای گیو اوی قرار بدی ادمین باشه. بعد که این کار انجام دادین اینجا آیدی کانال رو میزنین، آیدی کانال رو وارد میکنین. اگه خواستی میتونین کانال های دیگه هم اضافه بکنین و با کانال های دیگه مشترکاً این کار انجام بدین که بازم نیازه که بات تونل توی همه اون کانال ها ادمین باشه. حالا چون من نمیخوام بذارم فعلا
اینا رو حذف میکنم. اینجا گفته مدت زمان قرعه کشی انتخاب بکن، میتونه از 15 دقیقه تا حداکثر 1 روز باشه. معمولا 1 روزه و 12 ساعته میذارن که ما میذاریم حالا مثلا 1 روز. بعد اینجا یه سری تنظیمات داریم، میتونیم بگیم که در واقع این افرادی که میخوان شرکت بکنن چه چیزایی باید داشته باشن. اگه هیچ کدوم رو نذاریم که همه میتونن شرکت بکنن. اگه مثلا این گزینه رو روشن بکنیم که گفته only accept premium user، فقط کسی که تلگرام پریمیوم دارن میتونن توی این قرعه کشی شرکت بکنن، یا مثلا فقط کسی که کانال رو بوست میکنن میتونن توی قرعه کشی شرکت بکنن، یا کسایی که حداقل 1 بار توی تونل معامله داشتن. به نظر شخصی خودمه که حداقل این گزینه رو روشن بکنین، گزینه که گفته فقط اکتیو یوزر، که کاربرای اکتیو بیان در واقع توی قرعه کشی شما شرکت بکنن و ربات ها نیان پر بکنن قرعه کشی شما رو. یه گزینه دیگه هم اینجا داریم که گفته جوینینگ فی. من میتونم تعیین بکنم بگم که کسایی که میخوان توی قرعه کشی شرکت بکنن باید مثلا 0.1 تن هزینه بدن. هر کسی که بخواد شرکت بکنه میتونه با 0.1 تن یک بلیت بخره و توی قرعه کشی شما شرکت بکنه، مثل لاتاری. درآمد حاصل از این جوینینگ فی ها یا همون حالا هزینه شرکت در قرعه کشی 90% به شما صاحب قرعه کشی میرسه و 10% هم کارمزد تونله. اینم از گیو اوی. مورد بعدی یا همون بخش بعدی گیفای هستش. گیفای چجوریه؟ اینجا دارندگان سیگار میتونن از افراد دیگه‌ای که سیگار دارن حمایت بکنن و خودشون همدیگر رو بوست بکنن. چطوری؟ من به عنوان یک نفری که نهنگ سیگار هستم میخوام این استخر رو بوست بکنم. یعنی چی؟ میگم که من میخوام 10 تن مثلا به مدت 1 روز به این استخر اضافه بکنم. 10 تن میدم، این 10 تن به مدت حالا 1 روز بین افرادی که اینجا سیگار استیک کردن تقسیم میشه به مقدار حالا خورد. اینجا مثلا نوشته که ساعتی داره $1 تقریبا به افرادی که اینجا سیگار استیک کردن میرسه. خب خیلی عدد نسبتا بدی نیست شما ساعتی $1 در بیاری، هیچ راهی از این بهتر احتمالاً پیدا نکنید. ولی این پول تا زمانی به شما میرسه که این استخر بوستر داره و دارن اینجا پول میذارن، کمک میکنن به شما یه جورایی. حالا اینجا لیست بوسترها رو نشون داده که کیا استخر رو بوست کردن، به چه مقداری، چه مدت زمانی، چقدر در ساعت داره میده. شما میتونید اگه خواستی، مثلا میگم من یک نفرم که سیگار دارم، سیگارم رو استیک کردم اینجا، الان چون سیگار ندارم اینجا نشون داده نمیشه، سیگارم استیک کردم اینجا، دوست دارم از کسی که توی استخر پول گذاشته و ساپورت کرده کمکش بکنم. چیکار میکنم؟ دکمه ساپورت رو میزنم، میرم و زیر مجموعه این شخص میشم و من هرچی معامله بکنم خب 1% از کارمزدم به این شخص میرسه. خب دارم از اون کسی که در واقع استخر رو بوست کرده کمک میکنم دیگه، در واقع دارم بهش کمک میکنم، میگم دمت گرم که به ما داره پول میدی، من میام زیر مجموعه تو میشم که از کارمزد معاملات منم به تو برسه. این از استخرهای متفاوتی که اینجا قرار داره برای بوست کردن که هر کدومشون یه گیفت خاصی رو میگیرن دیگه. مثلا این تمام گیفتای کیک رو میگیره، این فقط مدل اینترسترا رو میگیره که کلا 160 تا گیفت اینجا استیک شده و ساعتی $3 در حال حاضر داره میده. خیلی عدد خوبیه. ولی خب این اعداد متغیره، ممکنه شما که داری این لحظه ببینی عدد دیگه ببینی. بخش بعدی بخش گالریه که من میتونم کارهایی که اینجا انجام دادم رو ببینم، یعنی در واقع یک پیشنمایشی از پروفایل خودم داشته باشم. بخش اول گیفتایی که لیست کردم رو میتونم ببینم، این دوتا رو گذاشتم برای فروش. توی اکتیویتی میتونم لیست خرید و فروشامو ببینم که چه گیفتایی خریدم، چه گیفتایی فروختم، همه چی اینجا نشون داده میشه بهم. تو بخش اوردر من اگه اوردر گذاشته باشم میبینم اوردر چیه، اینجا میتونیم اوردر درست بکنیم. اوردر چیه؟ من میتونم اینجا تعیین بکنم بگم که مثلا اگر گیفت ایستر اگ لیست شد با مدل پیور گلد با رنگ پس زمینه سایبرپانک، سیمبولش برام مهم نیست، عددش هم برام مهم نیست، اگر حد اکثر تا قیمت 5 تن لیست شد برای من بخر و من بعد این پول داشته باشم که برای من بخره ها. یعنی من میتونم یک اوردری تنظیم بکنم بگم که اگر فلان گیفتی با فلان مشخصات لیست شد برای من بخر. ممکنه گیفت توی بازار لیست بشه، من آنلاین نباشم که بخوام اون گیفت رو ببینم و بخوام بخرم. اوردر میذارم که اگر کسی گذاشت بخرمشون. ما میگیم که فرضاً 3 نفر برای یک گیفت با یه مدل خاصی اوردر گذاشتن. اولویت خرید با کیه؟ اولویت خرید با کسی که مقدار تونل بیشتری توی موجودیش داشته باشه. کسی که داشته باشه اولویت بالاتری در پر کردن اون اوردر داره و شما باید توکن تونل خریداری بکنین، توی تونل واریز بکنین که اینجوری میتونید واریز بکنین، اولویت بالاتری داشته باشین توی اینکه یه اوردری، یه گیفتی قرار میگیره با مشخصات خاصی
برای 2 نفر. اینجا هم که دیله و من میتونم اون دیل هایی که حالا تنظیم کردم رو ببینم. حالا چون دیل درست نکردم این فعلا این بخش برای من خالیه. بخش تنظیمات میگه که میخوای چه اطلاعاتی از تو به دیگران نمایش داده بشه. من گفتم که رفرالم و تعداد رفرال ها و مقدار معاملاتم به همه نشون داده بشه. حالا چطوریه؟ من اگه بیام و این دکمه پروفایلمو در واقع شیر مای گالری رو بزنم و لینک گالریمو در واقع لینک پروفایلمو شیر بکنم با کسی و کسی بره اونو باز بکنه، اینجا چی میبینه؟ لیست گیفت هامو میبینه، حجم معاملاتمو میبینه و اینکه چند تا ریفرال دارم. همین. میتونم حالا روشن بکنم بگم اکتیویتیمو بتونه ببینه، اوردرامو بتونه ببینه، تریدامو بتونه ببینه. این همش قابل تنظیمه. شما یه پروفایل در واقع شیر میکنید دیگه. همین. میریم وارد بخش آخر میشیم. اکتیویتی آخرین معاملات رو بهمون نشون میده. اینجا همونطور که میبینید دقیقاً همون فیلترها قرار داره و ما میتونیم هر فیلتری تنظیم بکنیم و گیفت‌های خاص رو ببینیم. میخوام ببینم که یک گیفتی چه معاملاتی سرش انجام شده. چیکار میکنم؟ مثلا اون گیفت رو انتخاب میکنم، مدلش رو انتخاب میکنم، تایپش هم میذارم روی سیل. من اینجا میبینم که گیفت ایستر اگ داره به چه قیمتایی معامله میشه. ببینید که واقعا داره معامله میشه. من اگه حالا در واقع مرتب سازی رو بذارم بر اساس لو تو های، میتونم ببینم که از چه قیمتی حداقل معامله شده تا به بالا. این تنظیم کردن این مدل فیلترها بهتون کمک میکنه که بدونین گیفت شما الان چقدر میارزه. مثلا من امروز صبح یه دونه گیفت اژدها درآوردم که میشه این. من یه دونه از اون درآوردم با میذارم روی فیلتر لو تو های، ببینم که این گیفت من چقدر میارزه. میبینم که مثلا زیر 4 تن کسی معامله نکرده. خب این به من کمک میکنه که بدونم گیفت من حداقل 4 تن 5 تن میارزه که بذارم برای فروش. اینطوری میتونین قیمت یک گیفتی رو هم به دست بیارین. مثلا گیفتی که الان دارم چقدر میارزه. دیگه واقعا تو گروه ها سوال نکنین گیفت من چقدر میارزه. با همین روش میتونین به دست بیارین که گیفتتون چقدر میارزه. و اینکه قبلا هم توی ویدیوی قبلی که این بالا الان کارتشو میذارم بهتون گفتم که اکثرا سلیقه‌ایه. من حال میکنم به این گیفت 6 تن بدم، حال میکنم به این گیفت 5 تن بدم. این گیفت مثلا 7 تن برای من گرونه، من نمیخوام این گیفت رو 7 تن بخرم، من نمیخوام اینو 7 تن بخرم، ولی مثلا این گیفت برای من 6 تن میارزه، یا این گیفت برای من 8 تن میارزه، حاضرم 8 تن بهش بدم. کاملا سلیقه‌ایه. یکی دنبال یه چیزی میگرده حاضره براش هزینه بکنه، به همین سادگی. یه نکته هم بگم در مورد گیفت هایی که تازه میاد، حتما یادتون باشه بحث ریفاند اسکم. خیلی کوتاه میگم، توی تلگرام بیشتر توضیح دادم. گوگل پلی و اپل قوانینی دارن که میگن شما اگر خرید در اون برنامه انجام بدین قابل ریفاند، قابل بازگشته. یعنی چی؟ یعنی من میرم با اپل پی با اپ استور از تلگرام استارز میخرم، یعنی از فرگمنت نمیخرم. دقتتون که دارم از اپل یا از گوگل پلی دارم میخرم. طبق قوانین اپل و گوگل شما موظف هستی به عنوان اپلیکیشن که اینجا تلگرام هست، اگر کاربر درخواست ریفاند یا بازگشت داد اون پولو بهش برگردونی. خب چه اتفاقی میفته؟ من میام من یه کلاهبردارم، چیکار میخوام بکنم؟ این ریفاند اسکم چه جوری اتفاق میفته؟ من یه کلاهبردارم، میام با اپ استور 10,000 استارز میخرم. گرونتر میفته از فرگمنت ها، کار ندارم به این قضیه. 10,000 استارز میخرم. الان این گیفت تخم مرغ تازه اومده، میرم تخم مرغ میخرم، میرم مثلا همشون تو میدم تخم مرغ میخرم، بعد همه اون تخم مرغا رو ارتقا میدم، میفرستم توی تونل، زیر قیمت میذارم برای فروش. من نمیگم این گیفت اسکمه، ولی داره زیر قیمت میذاره برای فروش، داره سر به سر میذاره. خب من نمیدونم این گیفت از چی خریده شده، از کجا اومده، من هیچ درباره این گیفت نمیدونم. میام و مثلا حالا 50 تا 100 تا گیفت تخم مرغ میخرم، میفرستم توی تونل به قیمتای زیر مارکت یا حالا قیمت مارکت یا هر چی میذارم برای فروش. 3 روز 4 روز که میگذره میرم به اپل یا حالا گوگل درخواست میدم، از اونجایی که خریدم درخواست میدم، میگم که من آقا پشیمون شدم، میخوام این استارزامو پس بدم. چه اتفاقی میفته؟ این گیفت هایی که ارتقا داده شده ارتقاشون از بین میره، خود گیفت از بین میره، تبدیل به استارز میشه، برمیگرده به پروفایل اون کلاهبردار و از پروفایل کلاهبردار برمیگرده به اپل و اون رو پولش رو توی کارتش پس میگیره. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ شما گیفت خریدی، تون رو دادی، کلاهبردار تون رو گرفته، از تونلش برداشت کرده، خدافظ رفته و شما دستت به هیچ جا نمیرسه. به خاطر همین گیفتایی که تازه دارن میان توی تونل خیلی حواستون باشه که ممکنه توشون ریفاند اسکم باشه، ممکنه هم نباشه، ممکنه خیلی هاشون سالم باشن و هیچ مسئله سرشون نباشه، ولی ممکنه توشون ریفاند اسکم هم باشه. پس خیلی مراقب این قضیه باشین. من الان خودم یه گیفتی دیدم که دوست داشتم بخرم ولی ترسیدم به خاطر همین قضیه ریفاند اسکم. دقیقاً اون ستی که حالا من زدم که سایبرپانک هست
2 تا گیفت اومده به قیمتای خوبی هم هستن، ولی واقعا جرئت نمیکنم بخرم، چون ممکنه توشون ریفاند اسکم باشه. قیمتای بدی هم نیستن، مثلا 4 تن برای این گیفت منطقیه، ولی اگه من خریدم و 2 روز دیگه من خدا حالا کلاهبردار بوده باشه و ریفاند کنه، من دستم به کجا میرسه؟ هیچ جا. خیلی ریسکیه خرید گیفتایی که تازه میان و خب نمیدونم، واقعا نمیدونم. ترجیح میدم که یکم صبر بکنم، چند روز بگذره، اگه اوکی بود بعدش برم بخرم. یه چیزی هم بگم، این تاریخ مینتش خیلی کمک میکنه به اینکه بفهمیم حالا این گیفت قراره اسکن بشه یا نه. خب اگه تازه بود احتمالش خیلی زیاده. اگه هرچی این تاریخ روز کمتر باشه یا حتی قابل مینت باشه، یعنی این گیفت امنه. الان اگه این گیفت از اینجا جاش تکون نخوره، من اینو توی سند خریدم میذارم که فراموش نکنم، اگه از اینجا تکون نخوره توی تونل بمونه و این مثلا بشه 15 روز، بشه 14 روز، گیفت امن‌تری حساب میشه. میتونم روی این قضیه حساب بکنم که الان میتونم به این گیفت پول بدم و بخرمش. حواستون به این قضیه باشه که حتما 20 روز و در واقع 14 روز ازش مقداری گذشته باشه. هرچی گذشته باشه گیفت امن‌تره برای خرید. گیفت‌های قدیمی همچین مشکلاتی ندارن، خیلی از گیفت‌های مشکل ندارن. مثلا چیو بیارم، این کوکی هارت مثلا این گیفت امنیه، اصلا مشکلی سر این قضیه پیش نمیاد که بخوام بگیم این گیفت ممکنه اسکن باشه، ریفاند اسکن بشه و در واقع برگشت بخوره. فقط گیفت‌های تازه این مسئله رو دارن و گیفت‌هایی که تاریخشون در واقع تاریخ مینتشون خیلی تازه است، مثل این. فقط ده دیگه اخطار دیگه، مواظب اینجور گیفتا باشین و سری نریم بخرین. من خودم استارزم از فراگمنت میخرم، فراگمنت ریفاند نداره و اکثر گیفتایی که اینجا هستن از استارز فراگمنتی اومدن و مسئله‌ای ندارن، ولی احتماله مراقب باشید. من تمام نکته‌هایی که در مورد تونل نیاز بود بهتون بگم و گفتم و دیگه از 0 تا 100 اینکه هر دکمه‌ای چی کار میکنه رو توضیح دادم. واقعا این ویدیو به همه کمک میکنه و برای هر کسی که تو تونل معامله میکنه بفرستین، چون میتونه کمک کنه که خیلی راحت‌تر معامله بکنین دیگه. حالا دنبال گیفتا بگردین، گیفتی که میخواین معامله بکنین رو اکانتتون بیاد نیاد، انتقال داخلی انجام بشه نشه، گوشیم هنگ میکنه چیکار کنم، خب پرفورمنس رو روشن کن و همه اینا رو توضیح دادم و خیلی کمک میکنه بهتون که بتونید توی تونل معامله بکنین. تا ویدیو بعدی که در مورد کلا انواع گیفت‌های نامحدود، محدود، کاربرداشون، خدا نگهدار.